ژاپن. امپراتوری مغول در حال تصاحب سرزمینمونه. اونا خونخوارن، بیرحمن و توقف ناپذیر. ما 80 سامورایی هستیم در برابر یک سپاه. می‌جنگیم تا سرعت یورش رو کمتر کنیم. امروز من برای مردمم میمیرم. اونا هزاران نفرن. با مرگ روبرو میشیم و از خونمون دفاع میکنیم. سنت، رشادت، شرافت، ایناست که ما رو میسازه. ما جنگجوهای سوشیما هستیم. ما سامورایی هستیم. ارباب آداشی، برو روحیه اونا رو در هم بشکن. هی! بیگانه ها، بهترین مبارزتون رو بفرستید. راه باز کنید ببینم چی میگه. من هارونوبا آداچی هستم، از نوادگان یوشینوبا آداچی افسانه ای. سامورایی ها، آیا تسلیم میشید؟ بزدلهای بیشرف لیاقت رحم ندارم. راه میرم برای سوشیما. حمله! میخوام همرام بیای. افراد زیادی از دست دادیم. باید فشار بیاریم ارباب ساکای، حتی اگه به قیمت جونمون تموم شه. دستورتون اطاعت میشه ارباب شیمورا. افراد باید فرمانده مغولا رو سرنگون کنیم. همه به دنبال من. بگای مغولی بیشتر، یخنشون رو بیارید. نیروی کمکی مغولا
جلوی مغولا رو پیدا کنیم و کارشون رو همینجا یه سره کنیم. من تا آخر در کنارت می‌جنگم. میدونم. نهاش فرمانده مغول. من آمادم عمو جان. با هم به این ماجرا پایان میدیم. عمو. من خوتانم، پسر عموی کوبلای، نوه چنگیز خان. برادر، تو یه جنگجویی، میتونم ببینمش. تمام عمرت برای همین آموزش دیدی و در جنگ هایی پیروز شدی که غیر قابل تصور بودن، درسته؟ ولی وقتی تو داشتی شمشیرتو تیز میکردی، میدونی من چطور داشتم برای امروز آماده میشدم؟ یاد میگرفتم زبونتونو بلدم، سنتاتونو، باورهاتونو، کدوم دکدار رو رام کنم و کدوم دکدار رو بسوزونم. پس یه بار دیگه ازت میپرسم سامورایی، تسلیم میشی؟ چطور سر از اینجا در آوردم؟ مغولا؟
اینجا پنهان کرد. شاید شمشیرم پیششون باشه. یه نفر تیغ آشونو تیز کرده. یه جنگجو. زرم. شکسته، ولی از هیچی بهتره. صبر کن. برگرد داخل فوراً. زخمات چطورن؟ میتونی بدویی؟ بگمونم. شمشیرم کجاست؟ اینجا نیست. درو باز کن. بیسپرش به من. خواهش میکنم قایم شو. به من صدمه نزن. هرچی داری به من بده. برنج. یکم برنج دارم، لطفا برشون دار. تو کی هستی؟ اسمم یوناست. شمشیر تو میخوای؟ دنبالم بیا. چه مدت بیهوش بودم؟ اونقدی بود که مغولا بتونن نیمی از جزیره رو فتح کنن. یونا. الان لعنتی برو پایین. نمیتونیم به اون زن کمک کنیم، ولی میتونم بقیه رو نجات بدم. ارباب شیمورا تو میدون جنگ همراه من بود. جیتو فراموشش کن. یونا صبر کن. ارباب شیمورا عموی منه. تو جین ساکایی؟ برادرزاده جیتو؟ باید بدونم اون زنده موند. فکر کنم مغولا اونو به اسارت گرفتن. کجا بردنش؟ شرق، امتداد ساحل. به طرف قلعه کانادا. حتما اونجا زندانیش کردن. پیروزیشون رو جشن میگیرن. میتونم غافلگیرشون کنم کشته میشی. یا ارباب شیمورا رو نجات میدم. بعد کمکش میکنم مغولا رو به دریا بندازه. اون میتونه برای شگون پیام بفرسته و نیروی کمکی بخواد. من ازت پرستاری نکردم تا شاهد رفتنت به چنگال مرگ باشم. برای چی نجاتم دادی؟ نمیتونستم رهات کنم. به کمکت نیاز دارم. ارباب شیمورا میتونه به تمام جزیره کمک کنه و اون تنها عضو باقی مونده خانوادمه. را بیافت. بیا زیر. سلاخا. آروم باش. الان نمیتونیم کمکی به اون بکنیم. مهاجما. حرکت کن.
اگه رد بشیم کسی که اونجاست ما رو میبینه. شانسمو امتحان میکنم. سب کن. گاری. بازم نگهبان. از پشت با ما میری. از پشت بام ها بالا میری. توی میدونای جنگ دنبال غنیمتی. پس دزدی. وقتی به چیزی نیاز داشته باشم بی دستش میرم. مثل کاتانای من. اونو در ازای غذا و دارو معامله کردم. تو چی کار کردی؟ نگران نباش. خریدار رو پیدا میکنی. شمشیرتو پس میگیری. راه طولانی داریم. هر چی به دردت میخوره بردار. اینجا خونه کسیه. که قرار نیست برگردن. از این طرف. مردی که شمشیرتو باهاش معامله کردم همینجا زندگی میکنه. تو رو لعنتی عوضی رو پیداش کرده. تو نگهبانی بده. من خونه رو میکردم. تقاس این کارشونو پس میدن. شاید